برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ گفتند که نزدیک به 50 نفر از سران دول و مقام‌های دولتی از سراسر جهان در این کنفرانس شرکت می‌کنند. روبیو در این کنفرانس رهبری یک هیئت بزرگ آمریکایی را بر عهده دارد و قرار است روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی کند. مارک روبیو روز پنجشنبه قبل از رفتن به مونیخ با خبرنگاران صحبت کرد. جهان درست در پیشروی ما به سرعت زیاد در حال تغییر است. جهان قدیم رفته است، رک و پوست کنده، جهانی که من در آن بزرگ شدم. ما در عصر جدید ژئوپلیتیک زندگی می‌کنیم و این وضعیت مستلزم آن است که همه ما در مورد شکل آن و نقش خود در آن نوع بررسی مجدد داشته باشیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که انتظار دارد با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که او نیز به مونیخ رسیده است ملاقات کند. دیپلمات ارشد ایالات متحده همچنان درباره جنگ تهاجمی جاری روسیه در اوکراین و تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به این درگیری صحبت کرد. وحشتناک است. مردم رنج میبرند. این سردترین زمان سال است. به همین دلیل است که جنگ ها بد است و به همین دلیل است که ما بیش از 1 سال است که سخت تلاش میکنیم تا به این جنگ پایان دهیم. کنفرانس امنیتی مونیخ تا روز یکشنبه ادامه دارد. این کنفرانس بستر حیاتی برای گفتگوهای جهانی در مورد مسائل کلیدی سیاست امنیت بین المللی است.